میگن والدین آینه اطفال است. اگر ما بخوایم اولادم درست تربیت شود، محترم بودن و درک کردن یاد بگیرد، ما باید شوهر خود را درک کنم، احترام کنم. مطمئن هستم که اولادم پدر خود را درک میکنه و احترام میکند. و همان قسم اگر شوهرم مرا احترام کند و درک کند و در هر مسائل با ما همراه و همگام باشد، مطمئن باشین اولادایم از ما حمایت میکند و درک میکند و احترامم میکند. بیاین همسا و همکار ما با درک کردن و تربیت درست کردن اطفال خود فضای خانه خود را ما صمیمی‌تر میسازیم. هم خود ما خوشبخت زندگی میکنیم، هم آینده اطفال ما روشن می باشد. با اینکه یک کم احترام به هم دیگر، درک کردن و درک شدن و فهمیدن و فهماندن، به بسیار آرامی و راحتی زندگی خود پیش ببرید.